اینجا یک قوس رو رسم کنم، یک کمان بزنم و گل‌هایی که تا حالا آموختیم و روی این کمان قراره که پیاده کنیم. مثلا توی این قسمت ما یه دونه گل پروانه‌ای میکشیم، بعد این قسمت مثلا یک گل شاه عباسی رسم میکنیم، حالا البته اینا رو از پشت اصلاح میکنیم دیگه. اول که میخوایم بکشیم خیلی کلی جایگذاریشون رو انجام میدیم و بعد از پشتش اینا رو همه رو اصلاح میکنیم. اینجا باز مثلا یه دونه گل پنبه‌ای ترسیم میکنیم و مثلا به این صورت که حالا اصلاحش میکنیم از پشت. دیگه چیزایی که یاد گرفتیم مثلا گل 5 پر هستش، بعد جفت برگ هستش. حالا این جفت برگ رو مثلا همه جا میتونیم جایگذاری کنیم، اینجا هم مثلا میتونیم قرار بدیم. دیگه چیزی که آموختیم مثلا برگ لوتوس هستش که اینجا مثلا میتونیم یک برگ لوتوس رسم کنیم این صورت و اینجا مثلا میتونیم غنچه رسم کنیم به این صورت. ولی برمیگردیم از پشت اصلاح کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در واقع. خب شروع میکنیم اصلاح کردن. در واقع یکم وضعیت‌های کاغذ پوستیمون این بود که ما میتونستیم کارمون رو از پشت کاغذ اصلاح کنیم به این صورت. مثلا به این صورت هم میتونیم رسم کنیم. خب مثلا گل شاه عباسیمون گل پنبه‌ایمون بعد اینجا غنچه‌مون قرار داره. میتونه غنچه ادامه هم داشته باشه، مثلا یک غنچه کوچیک‌تر دوباره این بالا وجود داشته باشه. و خود خطمونم رسم کنیم. اینا هم که جفت برگ میتونیم بندازیم اینجا یا مثلا اینجا و از اون لوتوس های تک دندونمون میتونیم مثلا اینجاها برای تزیین کار استفاده کنیم. خب نکته‌ای که مهمه اینه که این شاخه های فرعی که ما
از گل هامون گرفتیم، در واقع وقتی که امتداد میدیم این خودش یک قوس بشه. دوباره اینجا این قنچه ای که ما در واقع گل فرعیمون میشه از گل اصلی گرفتیم، وقتی دستمون رو بذاریم این با خودش تشکیل یک قوس کامل رو بده و شکست نداشته باشه. هر جا که خالیه میتونیم برگ استفاده کنیم برای تزیین شاخه هامون در واقع. خب بهترین کار برای اینکه دستتون روون بشه این هستش که شما کاغذ کاهی تهیه کنید، کاغذ کاهی ضخیم تهیه کنید، مخصوص طراحی مختص زبره و مداد 6B یا 8B اونم تهیه کنید و شروع کنید با این مداد روی این کاغذ گلهاتون رو، هر چی که میخواید رسم کنید، مفرداتتون رو روی این کاغذ با مداد و تو سایز بزرگ رسم کنید. این باعث میشه که دستتون روون بشه و خیلی زود دستتون راه بیفته. خیلی تند اینا رو رسم کنید و بدون اینکه از پاک‌کن استفاده کنید یا از تراش استفاده کنید. وقتی هم که حالا مدادتون کند شد اینا رو شروع کنید با در واقع کاتر نوکشو تراشیدن. این روش باعث میشه که خیلی سریع دستتون راه بیفته و خیلی دستتون نرم و روون بشه. همینطور تون فقط رسم کنید بدون اینکه بخواید از پاک‌کن استفاده کنید یا اصلاح کنید. گل‌هاتون و لوتوس‌هاتون رو بعد یه هفته خودتون متوجه میشید که چقدر تغییر کرده واقعا طراحیتون. و یه کار دیگه هم که انجام بدید، همین قوسی که حالا ما کشیدیم اینجا و گل‌ها رو سوار کردیم، همینجور تون شما این قوس‌ها رو رسم کنید و حالا همه گل‌هایی که یاد گرفتید رو شروع کنید روی این قوستون جایگذاری کردن. اول جای گل‌ها رو مشخص کنید، مثلا با فاصله دیگه، هر فاصله مثلا تقریبا 1.5 گل بین هر گل باید بینشون فاصله باشه. من یکم کوچیک گرفتم. خب مثلا میتونید که حالا یه بار مثلا همه اینا رو گل پروانه‌ای بکشید یا یکی در میون مثلا اولی و پروانه‌ای بکشید و دومی و شاه عباسی. دست اول که میخواید رسم کنید و که همینجور تون فقط جایگذاری کنید، فقط جای گل ها مشخص بشه و بعد از پشت بیاید گل هاتون رو اصلاح کنید. این واسه دفعه اول که اتوده نیازی نیست مثلا وقت بذارید بخواد این گل ها رو دقیق در بیارید. اینا رو تون فقط رسم کنید و بعد از پشت اصلاح میشن. اینجا مثلا دوباره گل پروانه‌ای میذارم، بعد شاخه های فرعی رو هم همونطور که بهتون گفتم نگاه کنید ببینید، یعنی قشنگ از روی اون قوس هم میاد و از بالای گل جدا میشه. دوباره این یکی که میخوام رسم کنم از روی قوس میاد و بالای گل جدا میشه. حالا میتونید مثلا یک سری که میخواید اینا رو رسم کنید فقط همه رو لوتوس رسم کنید. یه دفعه مثلا همه اینا رو قنچه بذارید. اینا رو مثلا پشت اصلاح میکنیم. و این قنچه های بینشون رو ببینید، دقت کنید که دقیقاً از روی خط گلبرگ بیاد و رو خط گلبرگ برگرده. یعنی در واقع این شکلی رسم نکنید، این اشتباهه. کامل از روی خط بیاد و روی خط برگرده. این باعث میشه که تمام اجزای گل یک دست باشه و گلتون نرم و لطیف به نظر برسه. من نوکه تودم تموم شده، بعد فیلمو قطع کنم و نوکه تودم رو عوض کنم. خب حالا شروع میکنیم طرحمون رو اصلاح میکنیم. این قنچه های بینشون رو حتما از روی خط بیاد و روی خط تموم بشه. این خیلی مهمه. این باعث میشه که تمام اجزای گل با هم یک دست و نرم دیده بشن و جدا از هم نباشن.
چندین بار میتونید که کاغذتون رو برگردونید از پشت و کارتون اصلاح کنید و اصلا بهترین کار همینه در واقع که هی برگردونید، وقت بذارید و طرحتون رو چندین بار اصلاح کنید. هر دفعه که اصلاح میکنید متوجه میشید که چقدر بهتر میشه طراحیتون. در واقع هر جاش دیدید که اشکال داره میتونید که اصلاحش کنید. حالا بینشون رو مثلا میتونید هم جفت برگا رو قرار بدید یا گل‌های 5 پر رو اشتباه شد. اینم بهتر که این سمتی بکشیم چون اون سمتش برگ لوتوس قرار دادیم. خب حالا لوتوس همون رو میکشیم. لوتوس دیگه در این صورت میتونید شما موس بزنید، گلاتون جایگذاری کنید و خطایی هاتون رو ترسیم کنید. میتونید اینجا از لوتوس های تک دندانه استفاده کنید برای تزیین کار و تک برگ به این صورت.